چه وضعی درست کردین؟ ما نمیخوام تو این بحث خانواده شما شرکت کنیم. ما نمیخوام. خداحافظ. بله خانم چی میگی؟ کروسان منو از روی میز خانم همه الان گرفتم از کافه. میگم من داشتم میخوردم چنگالش تو دستمه. خانم من اینجا 2 ساله میام کافه. چی میگی شما؟ همه منو اینجا میشناسن. دارم میگم این مال منه برداشتی. خانم کروسان اینجا. حالتون خوبه؟ میدونم خیلی کروسان دوست دارین ها. بفرمایید. نمیخوام ممک تا صاحب خوره کروسان نمیخوام. بفرمایید. گفتش آخه. خواهش میکنم. سلام. مشکل نیست. چرا اومدی سر جای من نشستی؟ یعنی چی نداره؟ من داشتم کروسان میخوردم. آره حالم خوبه. چرا حالم خوب نباشه؟ این میز منه. میگم مگه من دیوونه؟ آره همین میز بوده. نه عزیزم هیچ اشتباهی نمی‌کنی. ببخشید.